موسیقی زبان آزاد هنرمند است. هنرمند میتواند توسط آن رازهای نهان و درد دل شکسته‌اش را آشکار سازد. موسیقی صنعت واسطه تربیه می باشد. گویم خطای صادر نخواهد شد، زیرا شخصی که صنعت را دوست می دارد شنونده است، از او هیچگاه بدی نمی براید. مردم سرملت آسیای مرکزی بخصوص دو قوم معظم تاجیک و ازبک از اول خلق صنعت دوست بوده، برای رشد آن سهمی برجسته گذاشته آمدند که این حاجت به بیان نیست، زیرا آن را هر یکی ما به خوبی می‌دانیم. برای باز هم رواج دادن صنعت در سرزمین سرملت ازبکستان آزاد کارهای نظررس عملی می‌گردند. قرار و دستورهای سودمند قبول گردیدند که برای مثال میتوان 5 تشبث مهم سرور دولت را آورد. بند اول 5 تشبث نیز برای رواج دادن صنعت و جلب نمودن جوانان به ساحه مذکور نگرانده شده است. صنعتکار نامی دیرکتور مکتب موسیقی و صنعت ناحیه آلتیاری قلیچبک تاجیف هنگام شناسایی به فعالیت مکتب مذکور با جوانان صاحب استعداد هم صحبت شد و قید نمود که واقعا سوخ کان استعداد است. من در این مکتب دیدم آن جوانان صاحب استعداد را که مثلشان در شهر هم نیست، یعنی از صاحب استعدادهای شهر ماندنی ندارند، فقط برای صیقل دادن استعداد آنها کوشش کردن لازم است، گفت در ادامه سخنش. پس آن در تالار مکتب دستور ادبی بدیعی نمایش داده شد و صنعتکار نامی ولایت با سرودهای دلنشین خود بار دیگر به قلب اشتراکداران یک جهان خرسندی بخشید. موسیقی و صنعت maktabining faoliyati bilan tanishib chiqdingiz. Bu yerdagi muvaffaqiyatlar, kamchiliklarni ham ko'zdan kechirdingiz. Shu haqida fikringizni aytib o'tsangiz. Avvalo endi sulh haqida gapiradigan bo'lsak, sulh shunaqa joyki, shinavanda san'atni yaxshi ko'radigan xalq. Men bir necha yildan beri shu sulhga tashrif buyuraman. To'ylarda, konsertlarda shunaqa san'atkorlarni yaxshi ko'radiki, jonini beradi san'at desa. Shu bir narsalarga guvoh bo'lib turibman. Mana shu musiqa maktabimizga kelib, yana o'sha narsaga amin bo'ldim. Mana bu yerda yoshlarga bizga berilgan imkoniyatlar, ularni qo'lida cholyap turgan narsalari, aytib turgan qo'shiqlarni ko'rib havasim keldi. Albatta endi so'xlardan ham juda buyuk san'atkorlar, ustozlar chiqishgan. Shularning o'rnini albatta bular yana bosadi degan niyatdaman. Endi yana bir tomoni mana xonalarni qarang, yorug' xonalar. Cholyap turgan instrumentlari bir xil. Shu Farg'ona shaharga borsangiz ham shu fortepiano, so'xga kelsangiz ham shu fortepiano. Shuning uchun avvalo shu davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat, bizga shunaqa sharoitlarni yaratib bergan. Endi bizdan nima? Faqat yaxshi ijod qilib, yaxshi shogirdlarni chiqarib, shu xalqimizga xizmat qilish. Avvalo shu so'x xalqini ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan tabriklayman. Shu yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Biz kelib san'atkorlar kelib xizmatlarni qilaylik. O'zimga yarasha holim bor. Birovlar mehrimni bilmaydi. Yigitman, ko'ksimda orim bor. Birovga o'xshagim kelmaydi. سراینده خوشاواز با یک جهان تأثیرات به مرکز ولایت برگشت و خیلی خوشحال شد که در یک ناحیه خردکک و دوردست همین قدر استعدادهای نادر کمال می‌یابند. در جامعه امروز شخص از همه صاحب احترام آموزگار است. خوشبختانه این سخنان سرور دولت امروزها در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. بعد روزهای بشمار عید کسبی آموزگاران، استادان را استقبال می‌گیریم. به همین خاطر دیروز در یکی از کاشانه‌های مرکز ناحیه سوخ تدبیر متنطن شعبه تعلیم خلق به مناسبت عید آموزگاران شده گذشت. گزارش ما از آن تدبیر.
آموزگار راهنمای زندگی است. آموزگار آفتاب است که راه حیاتمان را روشن می سازد. اگر پدر ما را حیات بخشید، آموزگار به راه راست هدایت می کند. از این خاطر گفتند که حق استاد از پدر بیش است. واقعا به استاد کس نمی تواند از دایره تفکر محدود بیرون گشته عالم و آدم را درک نماید. طوری که مولای روم می گوید هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. آره، آموزگار شخصیت بزرگی است که با چراغ عقل عالم فکری ما را روشن نموده دنیای پراسرار علم را معرفی می کند. مورد اعتراف و باعث خرسندی است که سالهای آخر طفیل سیاست خردمندانه رهبر ازبکستان جایگاه و نفوذ آموزگار در جامعه بلند می گردد و طوری که پرزیدنت تاکید نمود در ازبکستان شخصی از همه صاحب احترام معلم می باشد. به مناسبت روز آموزگاران در یکی از کاشانه های خوشساخت مرکز ناحیه تدبیر خیلی زیبا شده گذشت و در آن آموزگاران، استادان، سابقه‌داران مهنت که عمر خویش را به تعلیم و تربیت نسل جوان بخشیدند اشتراک کرده از دستور کنسرتی برآمد خوانندگان مکتب، سرودهای دلانگیز صنعتکاران خانه مدنیت بهره‌ور گشتند. در تدبیر حاکم ناحیه فروخ اوسرف اشتراک کرد و در افتتاح تدبیر عاید اعتبار به ساحه تعلیم بلند برداشتن صفت تعلیم یکی از عامل‌های مهمترین رشد مملکت بودن اظهار اندیشه کرد و استادان را به عید کسبیشان تبریک نمود. سخنان در یکی از ویدیو سلکتر در وصف معلم گفته رهبر دولت به اهل تدبیر پیشکش کرده شد. مکتب مسئلesi, bu gelecek meselesi. Tabiri caiz bo'lsa, hayot mamot meselesi. Bu butun cemiyetimizde işiga aylanadigan vaqt edi. Mana shunda biz oldimizga qo'ygan yuksak xalqimizni ishonchini qozonish va odamlarni rozi qilish nuqtai nazaridan har bir qadamimiz, har bir qarorimiz, farmonimiz, qonunimiz o'zi tezroq yuradi. Uni odamlar qabul qiladi. Bugun o'zimizga savol beraylik. Eng katta kamchiligimiz nimada? Kadrlarning saviyasi, bilimi, dunyoqarashi, vatanparvarligi yo'q desak, bu adolatdan bo'ladi. Maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatimizni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu aksiyoma, buni hech kim inkor qila olmaydi. Shuning uchun bugungi muhokamani shunchaki oddiy bir majlis, oddiy bir selektor emas. Balki davlat rahbarining sizlarga, butun xalqimizga va yoshlarimizga murojaati deb qabul qilishingizni istadim. O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim, davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimlarimizga bog'liq ekanini hech kim hech qachon inkor qilolmaydi. پسان استادان، آموزگاران صاحب تجربه و آنهایی که برای رشد ساحه تعلیم در ناحیه سهم ارزنده می‌گذارند با تحفه و افتخارنامه‌های مخصوص حاکمیت ناحیه و شعبه تعلیم تقدیرانیده شدند. واقعا احترام استاد وظیفه مقدس هر یک انسان است. حیات باشد، دوام درس منطقی معلم میباشد. معلمان سرخ زمین را به این روز سعید و روز معلمان و مربیان صمیمانه مبارکباد می‌نمایم. باعث خرسندی است که ما در یک جمعیت عمر به سر میبریم که امروزها اهل آن به علم و ادب و آموزش و دانش نهایت رجوع کلان کردند. از جمله این بی‌واسطه با راهبری سروری پرزیدنتمان، با راهبری وزارت تعلیم خلقی ریسپوبلیکا، شعبه تعلیم خلقی ولایت و ناحیه با معلم و کسب آموزگاری و تعلیم و تربیت اعتبار نهایت جدی شده استاده است. از این ما میفخریم و امروز دیده استادیم که در حقیقت در جامعه ما آبرو و نفوذ استاد، آبرو و نفوذ معلم بلند برداشته شده استاده است. در نتیجه معلمان به یک درجه برآمدند که امروزها همه حرمت و احترام میکند و وظیفه اساسی ما از اون عبارت است که به شاگردان، به خوانندگان خود از همین موقع، از همین طلبات‌های امروزه زمان تعلیم و تربیت را، تعلیم و تدریس را باز هم بیشتر کنیم. به صفت تعلیم، به مضمون تعلیم اعتبار جدی دهیم. این به معلمان نهایت وظیفه بزرگ میگذارد و من باور دارم که معلمان سوخ، شعبه معارف ناحیه سوخ به همین کادرهای نهایت دانا، بالیاقت، صاحب اختصاص صاحبند و آنها به شاگردان خود در
تحت همین نظارت شعبه تعلیم، در تحت نظارت رهبران مکتب و صفت تعلیم و تربیت شاگردان خود اعتبار جدی میدن و در آینده صفت تعلیم و تربیت سوخ نهایت به درجه بلند میبردارند باور دارم. درست است که سالهای آخر در ساحه تعلیم اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه آن با برابری افزودن معاش و قدر آموزگار صفت تعلیم و تربیت نیز بلند گردیده ایستاده است. در کشوری که ساختار تعلیم رواج یافته است در آنجا ترقیات نیز اوج خواهد گرفت. واقعا اعتبار به تعلیم این اعتبار به آینده می باشد. همه ساحه های جامعه به این ساختار سخت وابسته‌اند. دهقان و مهندس، دکتر و شاعر، ژورنالیست و تدبیرکار، پرکرار و سود همه پرورده آغوش بهشتاسای معلمند. Qo'limga ilk bora davot bergansiz. Alif be bobida saboq bergansiz. Samoga uchishga qanot bergansiz. Go'yoki bizlarga hayot bergansiz. Men sizdan minnatdorman aziz ustozim. Chunki baxtiyorman aziz ustozim. Chunki ne buyuk ustozlarni, ne buyuk ulamolarni, Rudakini, Alisher Navoiyni ga saboq bergan shu ustozlar bo'ladi. Men shu bugun tadbirdan foydalanib, shu barcha nohiyadagi muallimlar, ustozlar, murabbiylarni shu kasbiy bayramlari bilan chin yurakdan tabriklayman. در عید آموزگاران خوانندگان مکتب رقم 18 دهه لیمبور برآمد کرده توسط شعر و سرود، رقص و صحنه‌چه‌های از حیات مکتب و آموزگار تهیه نمودهشان به دل اشتراکداران تدبیر یک جهان خرسندی بخشیدند. از استادان نیز به سخن برآمده درباره اعتبار دولت نسبت ساحه تعلیم، بلند برداشتن قدر و منزلت آموزگار ایستاده گذاشتند و به رهبر دولت شوکت میرزیایف عرض سپاس نمودند که طفیل سیاست خردمندانه او امروز آموزگار قدر می‌یابد و از همه شخص صاحب احترام در جامعه محسوب می شود. تدبیر تا دیر دوام کرد. استادان و آموزگاران نیز تا دیر خوش خرسندی کردند و ممنون از آن بودند که برای مناسب استقبال گرفتن عید کسبیشان شعبه تعلیم خلق ناحیه تمام امکانیت ها را فراهم آورده است. بار دیگر عید کسبیتان مبارک باشد استادان عالی قدر. تدبیرکاری طلب دور است. برای تدبیرکاران امکانیت فراهم آوردن یکی از مسئله های مهمترین سیاست کنونی به شمار می رود. دیروز در تالار مجلس های شعبه مالیه ناحیه با تشبث قبولخانه سروزیر واخوری با تدبیرکاران شده گذشت. حالا در همین خصوص نقل میکنه. در کشوری که تدبیرکاری رشد و نمو یافته است، برای صاحبکاران امکانیت‌های زیاد فراهم آورده شده است. ترقیات به درجه عالی می‌رسد. از این خاطر قبولخانه سروزیر در کشور ما تشکیل کرده شد که هدف از آن دستگیر نمودن تدبیرکاران، آموختن و برطرف نمودن مشکل‌های آنها میباشد. در واخوری که با تدبیرکاران شده گذشت، سراول مدیر قبولخانه سروزیر در ناحیه به سخن برآمده عاید امکانیت‌های فراهم آورده، معماهای موجوده، انداز نرخ علاوگی ایستاده گذشت. پس آن نمایندگان شعبه انداز عاید انداز نرخ علاوگی به تدبیرکاران معلومات دادند. قید گردید که کارخانه‌های اکسپورت کننده را دستگیری نمودند. برای آنها در ساحه انداز و گمرک یعنی تماجن امتیاز دادن یکی از مهمترین عامل‌های نائل گردیدن به موفقیت در ساحه اقتصادیات میباشد. من امروز تدبیرکاری توپ کردم. به مقصد تدبیرکاری اینجا توپ کردن در اساس 11 سپتامبر همین سال گذرانده شده که ویدیو سلکتر پرزیدنت ریسپوبلیکا ما هم سال 2013 ما آگوست اند پی 5080 فرمان پرزیدنت با اساساً تدبیرکاری اینجا توپ کرده. در با همراهی اینسپکسی سالق دولت خدمت مرکزش، عدلیه بولمش و دیگر تشکیلات ها و های تدبیرکاری پیش شده بودگی ما های اینجا محاکمه کردیم. ما تدبیرکاری آواره نکرده پیششون به جای کارشون رفته دیدن مسئله دیده برآمدیم. هم از طرف خودمون دولت سالق اینسپکسیش و هوا انداخته میشده که نالوک سالق نمودهاش بوینچه اندازه نمودهاش بوینچه معلومات ها داده شد و هر یک هوا حقوقی معلومات داده شد.
واقعا رواجیابی اقتصادیات کشور پیش از همه به درجه صلاحیت اکسپورت و زیاد نمودن کارخانه‌های استحصالی سخت وابسته است. در واخوری جز نمایندگان انداز، وکیلان شعبه عدلیه و مرکز خدمت‌های دولتی عاید فعالیت تدبیرکاری اظهار اندیشه کردند و به سوال‌های تدبیرکاران جواب‌های عمیق و روشن دادند. میتوان گفت که تشکیل چنین واخوری و چاره‌بینی‌ها به منفعت تدبیرکاران ما بوده در برطرف نمودن مشکل‌های آنها و وسیع نمودن فعالیت تدبیرکاریشان اهمیت مهم کسب می‌کند. قبول سیار اصلا با مقصد آن گذرانیده می شود که مشکل‌های مردم معین کرده شود و تا قدر امکان در جایش برطرف کرده شود. در دوام این هفته در محله طول یعنی در حدود سکتور یکم قبول سیار شده گذشت. حالا در همین خصوص سعدی بزرگوار از این 800 سال مقدم بیت پرحکمت گفته که غایه آن امروز به سیاست کنونی دولت ما هماهنگ است تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. واقعا امروز در سرزمین مقدس ما قدر و منزلت حضرت انسان به درجه سیاست دولت برداشته شده است. رهبر کشور به تمام رهبران و مسئولان شهر و نواحی مملکت سپارش داده که در بین خلق باشند، نزد خلق رفته از مشکلات آنها پرسان شوند، ساده تر کرده گویم خلق را راضی کنند. در همان مورد در کارمان فیض و برکه می شود، مملکت رواج می یابد. در حقیقت این گفته های رهبر کشور در دوردستترین ناحیه ها نیز افاده خود را یافته ایستاده است. به همین خاطر امروز در محله طول قبول حاکم شده گذشت و در آن رهبر ناحیه اشتراک کرده به درد خلق گوش انداخت. مشکل های مردم تا قدر امکان حل کرده شد. بعضی از مشکلات مردم حل خود را نیافت زیرا امکانی در جایش برطرف کردن نبود. بعد انجام قبول حاکم به مکتب رقم 24 رفته با جماع آموزگاری و خوانندگان مکتب واخورد و موافق سپارش پرزیدنت مملکت به خوانندگان ساعت درس گذشت. درس نوبتی در موضوع اعتبار به تعلیم، اعتبار به آینده بوده. حاکم درباره بلند برداشتن صفت تعلیم، جلب نمودن خوانندگان به مطالعه کتاب‌های بدیعی، اهمیت مهم کسب نمودن مطالعه کتاب در تربیت نسل جوان اظهار اندیشه کرد. واقعا کتاب واسطه تربیت بوده، انسان را به راه راست هدایت می‌کند. بلند برداشتن مدنیت کتابخانه پیش از همه در گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی عامل مهم می‌گردد، زیرا از شخص کتابخوان هیچگاه بدی نمی‌براید. حاکم به خوانندگان مکتب سوال و جواب کرد، از کتاب‌های مطالعه کرده آنها پرسان شد، اما خوانندگان مکتب با حاضر جوابی و دانش اعلای خود رهبر ناحیه را نیز در تعجب گذاشتند. اعتراف باید کرد که در این درگاه علم خوانندگان اقتدارناک بیشمار بوده. آنها در آزمون‌های ناحیوی و ولایتی فعالانه اشتراک کرده می‌آیند. هستند آن خوانندگانی که با دو زبان شعر می‌نویسند و الک شعرهای خواندنی باب نوشته ایستاده‌اند، زیرا در این درگاه صفت تعلیم و تربیت طرف بلند می‌گردد و روز تا روز استعدادهای نو نیز کشف می‌گردند. حاکم با خوانندگان صاحب استعداد نیز صحبت آراسته برای آنها تکلیف و توصیه‌های خویش را داد. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. فصل ترما هم فرا رسید و الکه مردم مهنتکش ما عامل اساسی زندگی پاشیدن تخم غله را در ناحیه آغاز کردند. به همین خاطر در دوام هفته گذشته در محله طول سمینار برگزار گردید. فراوانی خان مردم پرفیضی دسترخوان هر حکیما به فعالیت و مهنت و زحمت بابای دهقان وابسته است، زیرا بابای دهقان تمام سال عرق جبین میریزد تو همان سیر باشیم، مهنت میکند تا راحت همیشگی همان را نصیب کند. امروز در صحراهای ناپیدا کنار ناحیه‌مان دهقان سوخمرز به کشتی غله‌دانه آمادگی میبینند و گفتن ممکن است کار در صحراها جوش میزند و این معنای آن را دارد که تیاری به سال خواجگی 2020 در ناحیه ما نیز آغاز یافت. از روزگار و کاربری پدر و بابایانمان میدانیم و اگر تکنیک پرورش غله‌دان زمین را تقاضا میکند که حاصل گندمی در آغاز فصل تیر ماه ادیقترش ماه سپتامبر کاریده شده حتما نتیجه خوب و دلخواه خود را میبخشد و کشاورزان صاحب حاصلی دوچند میگردند اگر در کشت گندم به همین ترتیب عمل نمایند. امروزها در میدانهای کشاورزی ناحیه دهقانانمان با برابر قنوچین کردن کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها به کشت غله‌دانه نیز آغاز کردند و این معرکه مهم اولین شده در خواجگی شرکتی آزاد آغاز یافته است و موافق معلومات‌های رئیس خواجگی شرکتی موسی ساتوالدیف اهل خواجگی سری هفته به زمین کشت غله‌دانه پیران مسافران را دعوت کرده با دعاهای نیک به زمین دانه
دانه‌های زرین کاریدند. نمایندگان ساحه و دیگر شخصان متصدی به این خواجگی تشریف آورده به رفت کشت گندم آشنا گشتند و در اینجا نیز متخصصان صاحب تجربه و دیگر متصدیان برای تحقیق کار دهقانان ناحیه‌مان و این خواجگی دست به دعا برداشتند. دایر و متشکرانه و عموما در سری وقت گذراندن کشت گندم سال 2020 در حدود خواجگی شرکتی آزاد و عموما فرمران این حدود نیز مشورت گذرانیده شد و در این حدود در کار مشورت رئیسان خواجگی‌های شرکتی، اجراکاران فرمران، رئیسان کارگاه‌های خدمت رساننده اشتراک کرده بودند و چون دید ساده در خواجگی شرکتی آزاد نیز اعضایان متصدی کشت گندم تکنیک‌های ضروری را با تخم‌های گندم آماده نمودند و کشت گندم با جد و جهد در این حدود نیز رفته ایستاده است. در این میدان کشت غله‌دانه متصدیان ساحه سخن نموده عاید مهم بودن مسئله کشت گندم حرف زدند و قید نمودند که در این کار باید هم متشکلان اشتراک نمایند و برای کشت گندم از جانب حکومت نیز به فرمران کردهای امتیازناک داده می شود. تمام تشکیلات‌ها و کارگاه‌ها در سیمای رئیسان و سروران در این بابت وظیفه‌دار کرده شدند. به پیر مرو در امانی هرچند سکندری زمانی گفتند بزرگان. در حقیقت برای آغاز هر یک کار ما از پیران و موسفیدان دعا میگیریم تا پیش آمدن تمام سال همراه ما باشد. به خاطر موفقیت و پیشروی در آغاز کشت گندم امساله از جانب موسفیدان دعاهای نیک کرده شد. سپس بعد فاتحه نیک دادن به زمین اجراکار خواجگی شرکتی آزاد دانه‌های اولین گندم باز از جانب پیران برنادیل زده شد و تراکتور مخصوص نیز برای کشت گندم آغاز کرد. گفتند که تراکتور گندم را به طریق شاهمات کشت می‌کند. معلوم شد که گندم کاری نیز خصوصیت‌های خود داشته است و امروز اگر تکنیک‌های کشت گندم با اصول‌های بابایی آمیزش می‌یابد. کشت گندم چون در آغاز گفتیم اگر در آغاز فصل تیر ماه به خصوص ماه سپتامبر به عمل برآورده شود در موسم غنوچین حاصل بلند به دست می‌آید که این را از تجربه اکثریت کشاورزان ناحیه‌مان دیدن ممکن است. نتیجه‌های به دست آمده خیلی نظر رسد. اینک در ناحیه کشت گندم سال 2020 آغاز یافت. به همه کشاورزان، فرمران و اجراکاران ما در این راه آمد برار موفقیت و بردباری و پیشروی ها را تمنا می‌کنیم. طوری که در آغاز برنامه گفتیم امروزها در مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی ناحیه به مناسبت عید آموزگاران تدبیرهای متنوع دایر می‌گردند. چون این تدبیر در باغچه بچگانه رقم 22 محله ینگیاریق نیز به وقوع پیوست. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. عید معلمان و مربیان در باغچه بچگانه 22 که واقع در محله ینگیاریق می باشد خیلی تنتناناک تجلیل گردید. تربیت گیرندگان باغچه مذکور برای استقبال این سنه فراموش ناپذیر تیاری خوب دیده بودند. از روی نقل مدیره باغچه معظم توره و در تشکیل تدبیر سهم تربیتگر این درگاه لاله قادر و ارزنده بوده. دیگر تربیتچیان نیز به او از نزدیک یاری رسانیدند. در آغاز تدبیر از جانب تربیتگران باغچه تاکید گردید که امروزها اعتبار نسبت تعلیم و تربیت خیلی کلان بوده. برای تربیتگران و تربیت گیرندگان امکانات‌های زیاد فراهم آورده شده است. پرزیدنت مملکت غایه انسان پرورانه آینده از باغچه سر می شود را به عمل جاری نمود که در نتیجه آن در ساختار تعلیم تا مکتبی دگرگونی‌های کلی به عمل آمدند. در دهات‌های دوردست نیز باغچه‌های زمانوی مثلش در شهر نیز موجود نبوده بنیاد گردید که برای اثبات می توان ناحیه دوردستی سوخ را مثال آورد. در دوام سال جاری 5 عدد باغچه زمانوی خوش ساخت مورد استفاده قرار گرفت و به هر یکی آن زیاده از 100 نفری تربیت گیرندگان جلب کرده شدند. و به موضوع برمیگردیم. در تدبیر اهل باغچه بچگانه رقم 22 خردککان برآمد کرده در وصف استاد احترام معلم شعر و سرودها قرائت کردند که آن به همگان خیلی پسند آمد. پایدیوار تعلیم و تربیت عائله باشد. پس از آن مؤسسه تا مکتبی به شمار می رود. فرق بین بچه به باغچه رفته و به باغچه نرفته از زمین تا آسمان است. واقعا آینده از باغچه سر می شود. در رفت تدبیر معلوم امان گشت که در این درگاه صفت تعلیم و تربیت خوب براه مانده شده است. همکاری با مکتب و محله و عائله خوب براه مانده شده است که در نتیجه آن صفت تعلیم و تربیت در این باغچه تا رفت بلند می‌گردد. اگر با من دوست بودن خواهید به باغچه روید، گفته بود رهبر دولت رهبران و حاکمان را. در ضمیر این سخنان جهان معنی می‌خوابد، زیرا ما ساختار تعلیم و تربیت را دگرگون نکرده آینده را بنیاد کردن نمی‌توانیم. مسئله تعلیم و تربیت این مسئله آینده، مسئله حیات و ممات،
مسئله آینده خلق و ملت می باشد. تدبیر به مناسبت عید آموزگاران در باغچه بچگانه رقم 22 خیلی خوش گذشت و تا دیر دوام کرد. در آخر به تربیتگران و تربیت گیرندگان فعال این درگاه از جانب ماموریت باغچه تحفه‌های عیدانه و افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شدند. ناگفتن نماند که بخشیده به روز آموزگاران در همه باغچه و مکتب‌های ناحیه‌مان تدبیرهای ادبی بدیعی به وقوع می‌پیوندند که ما باز در برنامه‌های آینده به این موضوع برمیگردیم. این بود بخش خبری و تحلیلی هفته که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روز و هفته سپری شده ساده شناس گشتید و در همین جا به بخش خبری حسن انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سخن بمانید.